چون در ایام ایدی جنگ بزرگ وطنی دی غلبه ما حاضر حضور داریم. با اجازت شما یک شوخی از همین حیات جنگی اگر اجازت باشد بگیم. همه خیلی خواهش داشته باشین اگر با اشتیاقتون به همتون. سه تاجیک در جنگ بزرگ وطنی خوش که باشد، یکی از منطقه کلاب دشت جومو، دیگرش از بدخشان، یک دیگرش از غرزاب. در همون جنگ در همین اکاب ایستادگان که از بالا کمی راست یک بمب میزند میترکه و جا با جا این بچه که برزابی را شهید میشه در همونجا و این دشتی جمعی وای مای جونه مای جونه وای دای جمعه وای افتقدم میزن. یعنی کم اکد از کومتن در همین دستش رسیده بود است. وای 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 این داره بدخشانی خود وای پروردگار اینا بینا اینش مرد اینش رانه گفته داره دست اینش هم میبانده و باشد همون دشت جمعی وای دای جمعه مای جمعه گفتم جنگم وای وای افتقدم است. بعد این بدخشانی هم طاقتش تام نشد میگه ای برادرم این ورزوبی سبسه مرد از آواز نمیبرد دی خدا برای یک سراپینی خطوط میزنی ها. سلامت باشید برای همین